درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدیم کنار همدیگه خورشت فسنجون درست کنیم، ولی با مرغ میخوام درست کنم. این خورشت هم با کوفته ریزه درست میکنیم هم با مرغ. خیلی خوشمزه است دیگه. میدونیم که فسنجون یکی از اون خورشتای سنتی گیلانی هستش. تا آخر ویدیو کنار من باشید تا همه فوت و فن این خورشت رو بهتون بگم. برای درست کردن فسنجون مرغ من 6 تا تیکه مرغ رو، ران مرغ هستش، فقط آماده کردم، شستم، فقط با نمک مزه دارش کردم دوستان. گذاشتم این 1 ساعت با نمک، خیلی کم بهش نمک پاشیدم، خیلی هم زیاد نزدم، ماساژش دادم با نمک، گذاشتم اندازه 1 ساعت داخل یخچال استراحت کردم. توی مایتابم روغن ریختم، گذاشتم داغ شده، اندازه 1 قاشق چای خوری هم بهش زردچوبه میزنم. 1 دست پخش کنین زردچوبه رو تو مایتابه. بعد دیگه حالا تو این روغن من رونای مرغ رو با حرارت بالا سرخشون میکنم. موقعی که میخواید بذارید حرارت کم باشه که روغن روتون نریزه. بس که چیدم داخلش حرارت رو زیاد میکنم، اجازه میدم دو طرفشون حسابی سرخ بشه مرغ‌ها. میتونید از سینه مرغ هم استفاده کنید، اون سلیقه شماست. من خودم از ران مرغ فقط استفاده کردم. ولی من دو طرفش رو سرخ میکنم و بهتون نشون میدم با حرارت بالا. مرغمو آماده کردم دوستان، گذاشتم کنار. حالا توی ظرف دیگه اندازه 3 تا 4 تا قاشق غذاخوری روغن مایع میریزم. خیلی زیاد روغن نریزید. یه دونه پیاز رنده شده میریزم، تفتش میدم در حدی که سبک بشه. حالا دوستان تا پیازمون بخواد تفت بخوره، من اینجا 400 گرم گردو آماده کردم، پودرش کردم، آسیابش کردم. اگه دوست داشتید میتونید از چرخ گوشت ردش کنید، اگه دوست داشتید میتونید به صورت آسیاب شده استفاده کنید. نکنید در حدی باشه که نرم باشه کامل گردوهاتون. بعد یه نکته بگم، حالا من این توضیحات رو میخوام بدم که بدونید که برای داشتن یه فسنجون خوشمزه، همون موقعی که میخواید فسنجونتون رو آماده کنید تو همون روز نهایت 1 ساعت 2 ساعت قبل گردوهاتون رو آسیاب کنید. یعنی زودتر آماده نکنید، 1-2 روز زودتر آماده نکنید بذارید توی یخچال یا داخل فریزر. قطعا اون کیفیتی که باید فسنجونتون نداره. اگه بخواید زودتر آماده کنید، اون روغنی که باید گردوها داشته باشه و تازگی که باید داشته باشه رو نداره. این در مورد این. خب تا پیازمون آماده بشن من بقیه‌اش رو براتون توضیح بدم. پیازم که در این حد تفت خورد، بهش یه مقدار زردچوبه اضافه می‌کنم، اندازه نصف قاشق چای خوری. یه کوچولو با زردچوبه تفتش میدم. حالا گردوهام رو اضافه میکنم به پیازم، تفتشون میدم، هم یکم رنگش تغییر کنه گردوها و همین که کامل با پیاز مخلوط بشه و اون بوی خامی گردو ازش گرفته بشه، اون حالت تفت خوردگی، بوی تفت خوردگی گردو رو باید احساس کنید دوستان. همینطور مرتب همش بزنید تا به اون حالت برسه. نکنید دوستان گردو هم تفت خورد، حتما حواستون باشه مرتب هم بزنید تا گردو نسوزه، چون اگه بسوزه یه طعم تلخی میده یا بیش از حد رنگش تیره میشه. در این حد میبینید هم رنگش تغییر کرده و هم تفت خورده. حالا من بهش اندازه 1 لیتر آب اضافه میکنم. آبمون حتما باید سرد باشه دوستان. حتما از آب سرد استفاده کنید. حالا توی این مرحله بهش رب انارمون هم اضافه میکنم. یه توضیح بدم در مورد رب انار. اگه رب انارتون محلی هست و به صورت رب هستش، اندازه 3 تا قاشق غذاخوری برای این میزان، یعنی برای 6 تا تیکه مرغی که داریم استفاده میکنیم و 400 گرم گردو. ریختن رب انار کاملا سلیقه‌ای هستش در واقع توی فسنجونی که درست میکنیم، میزانش البته رب انار که باید داشته باشه. ولی اگه مثل من به حالت سس دارید استفاده میکنید، من
برای این میزان حدود 1 استکان چای خوری، یکم کمتر از 1 لیوان براش رب انار استفاده میکنم. نسبت به ذائقه‌تون شیرینیش رو اندازه کنید. اگه رب انارتون ترش هستش به شکر اضافه کنید. برای من ملس هستش، اصلا شکر استفاده نمی کنم و بعد از رب انارم بهش یخ اضافه میکنم. نگاه کنید، چون این یخ باعث میشه که شوک وارد بشه به گردومون و روغن پس بده. حالا درش رو میبندم، اجازه میدم که شروع کنه به جوشیدن با حرارت ملایم. خب دوستان نگاه کنید، خورشتمون شروع کرد به جوشیدن. حالا تیکه‌های مرغی که سرخ کرده بودم رو بهش اضافه میکنم. تیکه‌های مرغ رو که اضافه کردم بهش نمک هم اضافه میکنم بسته به ذائقه‌تون. من حدود 1 قاشق چایخوری بهش نمک اضافه میکنم. شکرم گفتم بسته به ذائقه‌تون میتونید شکر هم اضافه کنید. اگه رب انارتون ترش هستش دوست داشته باشید میتونید با شکر تنظیم کنید میزان شیرینی رب انارتون. حالا دیگه درش رو میذارم، اجازه میدم 1 ساعت و نیم بپزه و جا بیفته. بفرمایید دوستان، خورشتمون آماده شد، حسابی جا افتاده، حسابی به روغن افتاده و جا افتاده. نگاه کنید روغن روش رو، اینا همه روغن گردوه که اجازه بدید خیلی آروم بپزه تا کامل به روغن بیفته و اون یخی که میریزیم توش باعث میشه که حسابی روغن پس بده گردوتون و این هم غلظت خورشتمون. حالا من براتون میکشمش توی ظرف آروم یه طرف و بهتون نشون میدم. خب دوستان خورشتمونم پخت آماده شد، دیدیم با هم دیگه جا افتاده. بعد یه نکته بگم، هر چقدر که رب انار بیشتری به خورشتتون اضافه کنید قطعا رنگش تیره تر میشه. اگه میبینید خورشت فسنجونی خیلی رنگ سیاهی داره برای اینکه رب انارش بیشتره. امروز هم کنار هم دیگه خیلی ساده و شیک آشپزی کردیم، خورشت فسنجون درست کردیم. به نظر خودم یکی از اون خوشمزه‌های روزگاره. مرسی که تا آخر ویدیو کنارم بودید. ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید. کلی دوستتون دارم. اسم منم هنگام است. ویدیوی بعد همدیگه رو میبینیم.